ادامه بخش چهره‌های ماندگار. میر سید علی همدانی. میر سید علی همدانی تبلیغگر فرهنگ صلح و خواستار وحدت و ثبات. امیر کبیر مقام عائله را نیز مقدس می‌شمارد. وی در میان زن و مرد شرط‌های واقعی گذاشته، رعایت و اجرای آنها را وظیفه هر دو طرف می‌داند. دانشمند برای مرد و زن معاشرت خوب، سیاست درست، غیرت دوچند، تأمین درست نفقه و تعلیم صالح را شرط ضروری دانسته، بی تفاوت نبودن به قسمت همدیگر را مخصوص تاکید می‌سازد. میر سید علی همدانی تربیه معنوی انسان را همچون رکن با اعتماد تشکل شخصیت مهم شماریده، در بیشتر رساله‌هایش مسئله‌های اخلاق را توضیح می‌دهد. وی تربیه را رکن کمالات انسان شماریده، آن را اساس پایداری و استواری خانواده معنیداد می‌نماید. چون طفل را از اول بدین ترتیب تربیت کنند، وقتی به حد بلاغت رسد برکت آن به ظاهر و باطن او ظهور کند. اگر همچنین کردی نجات یافتی و هم خلق را نجات دادی. در برابر این حق و حقوق فرزند را معین نموده او را امانت حق می‌شمارد و تربیه و تعلیمش را وظیفه مقدس پدر و مادر می‌داند و در این موضوع روایت‌های زیاد آورده، از جمله تأکید می‌نماید که از همه بیشتر مادر و پدر و استاد و آموزگار در ثواب فرزندان شریک می‌باشند. میر سید علی همدانی بعد اذیت و مشکلات زیادی که در زندگیش روبرو شد، به خلاصه آمد که برای جامعه و انسانیت صلح و آرامش نقش ارزنده دارد. از این رو وی فرهنگ صلح را تبلیغ کرده، خواستار وحدت و ثبات و همرأیی و متحدی می باشد. با این مقصد او در اثرهایش حکمت مدارا را تشویق کرده، تحملگرایی را واسطه مهم حل هر گونه نزاع می داند. برای میر سید علی همدانی تفریقه مذهبی، نژادی و ملی و فرهنگی بیگانه می باشد و در تفکر اجتماعی او برابری رویه و جریان‌های مذهبی در اعتقاد و احترام حق مهم ارزیابی می‌گردد. برای میر سید علی همدانی تفریقه مذهبی، نژادی و ملی و فرهنگی بیگانه می‌باشد و در تفکر اجتماعی او برابری رویه و جریان‌های مذهبی در اعتقاد و احترام حق مهم ارزیابی می‌گردد. در نزد او نمایندگان دین و مذهب، قوم و ملت، هندو و مسلمان، شیعه و سنی برابر بوده، کسانی را که میان آنها فرق می‌گذاشت سخت مذمت می‌کند و اختلاف ما و من را دور شدن از جمال حق می‌داند. این تأکید میر سید علی همدانی امروز هم ماهیت خود را گم نکرده است، زیرا ما و من، کفر و ایمان و بدعت و سنت گفته‌های برخی از مسلمانان در بعضی کشورهای عالم مثل سوریه، عراق، یمن، لبنان، مصر و افغانستان عاقبت‌های ننگینی را پیش آورده است که امروز تمام دنیا از آن نگرانی می‌نماید. از این رو ما باید تأکیدهای حکیمانه امیر همدانی را سبق زندگی و کار و فعالیت خود قرار دهیم و هرگز نگذاریم که در سیاره اختلاف و نزاع‌های نو سر زده باعث خلل‌دار گردیدن صلح و ثبات شوند. در شرایطی که رویه‌های تندگرا و نزاع‌های دینی و مذهبی در بعضی مناطق دنیا طرف وسعت می‌یابند، عقیده‌های متفکران گذشته امثال امیر همدانی ارزش بیشتر پیدا می‌کنند. از این رو ضیایان و عالمان و دانشمندان، علمای دینی و اهل جامعه را ضرور است که در اساس اندیشه‌های حکیمانه این قبیل دانشوران با مقابل همه گونه ظهورات خرافات پرستی، اکستریمیسم و تروریسم و دیگر پدیده‌های ننگین صدا بلند کنند و برای در ذهن مردم خصوصا نورسان و جوانان تشکل دادن و ریشه‌دار ساختن غایه‌های انسان دوستی، تحملگرایی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و تحکیم وحدت ملی منتظم کار کنند. رسالت و وظیفه مقدس اهل ضیا در چنین مرحله‌های مهم و حساس محض از آن عبارت است که اهل جامعه را به راه راست و درست، به شناخت حق از باطل و به سوی آبادی و پیشرفت هدایت نمایند و در این راه در نوبت اول خودشان پیشرو و نمونه باشند. برای همین آنها را اهل ضیا
яъне аҳли рӯшноӣ ва равшанкунандаи роҳи дигарон мегӯянд. бахши чеҳраҳои мондагор идома дорад.